فرمانده یاسمین مقبلی و همکارانش همکنون توی ایستگاه فضایی در چه وضعیتی هستند؟ سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که عالی باشین. یکی از پرسر و صداترین خبرهای فضایی در چند روز اخیر سفر یاسمین مقبلی و همکارانش به فضا هست. از این جهت پرسر و صدا هست که ایشون اولین خانومی هستند که فرمانده یک گروه 4 نفره برای اعزام به ایستگاه فضایی شدند. یه نگاه مختصر به بیوگرافی کاپیتان یاسمین میندازیم. یاسمین مقبل متولد 24 ژوئن 1983 هست. اون فارغ التحصیل مؤسسه MIT و مدرسه عالی نیروی دریایی ایالات متحده هست. مقبلی سابقه بیشتر از 2000 ساعت پرواز با 25 نوع هواپیمای مختلف و 150 مأموریت موفق رو داشته و گروه 4 نفره‌ای که به فرماندهی یاسمن اعزام شده قراره به مدت 6 ماه در ایستگاه فضایی مأموریتشون رو انجام بدن. یاسمین که به مدت طولانی برای این منظور آموزش دیده بود و تعلیم‌ها و آزمایش‌های سختی رو داشته، بالاخره موفق شد توی اولین پرواز فضایی خودش به عنوان فرمانده انتخاب بشه. و توی ویدیویی که دارین می‌بینین استقبال فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی از یاسمین و گروهش بوده و همچنین سخنرانی فرمانده برای اعضای ایستگاه فضایی. البته فرمانده یاسمین مقبل تجربه های زیادی داره و تا حالا 4 تا نشان هوایی، 1 لوح تقدیر نیروی دریایی و 3 تا نشان دستاورد نیروی دریایی رو کسب کرده و به عنوان فرمانده کاملا لایق این سمت است. یاسمین که 2 تا فرزند هم داره نشون داد با وجود مادر بودن و زن بودنش هم میشه به همچین جایی رسید و فرمانده عملیات ناسا بود. فرمانده و تیمش توی ایستگاه مشغول تحقیق و عملیات هستند که به محض انتشار اولین خبر ازشون اون رو براتون توی کانال قرار میدیم. پس چنل رو ساب کنین و با فعال کردن زنگوله به محض انتشار ویدیو اولین نفری باشین که اونو تماشا میکنین. همچنین هر روز قراره کلی فکت علمی و فضایی رو براتون توی چنل قرار بدیم. پس چنل رو ساب کنین و هر شب ساعت 9 شب منتظر ویدیو جدیدمون باشین. تا فردا شب ساعت 9 شب، بدرود.